برادران عزیز، این دریای سیوما امروز 10 نوامبر سال 2025 ساعت 9:30 پگاهی این طرف این طرف دریای انزاب از دیگه طرف می‌گردیم. دریای سیوما به سوی دوشنبه جاری شده ایستاده است. اساسی حیات ما این آب است، آب و هوا است. همین آب‌های احتیاط کنید، افلاس نکنید. تکنولوژی نوشیدن آب یاد گیرید. حتما قریب که شما بیمار نمیشوید. داروی رقم 1 این آب هست. آب بهترین دارو هست. ما تمام مردم تاجیک توصیه میکنیم که هر 2 ساعت 1 استکان 200 میلی لیتر آب نوشان. چخیلی که امروز میگم تاپرنی ارشینی اگر طول همین هر 2 ساعت شما 10 ساعت با 2 لیتر آب نوشید قریب که بیمار نمیشوید. اساسا تمام بیماری ها از نادرست خوردن است و حاضر اکثر در همین تاجیکستان توی ها و بسیار غذای هر خیلی میبیارن، آدم ها آمیخته کرده میکنن، همونجا سرچشمه تمام بیماری ها از همین سر میشود. خوش برای همین وقتی که آدم خورد افخواد بیوسته روده ها با کار بمیدرد، همین خوراک خوردگی شما چی میشد؟ اخلاط نبرد، آدم فشارش بلند میشد، کسرهای گوناگون به گرفتار میشد. برای همین یک اصولی دراز عمری با متد دکتر طاهری این تازه کردن روده ها حقنه خیلی که در عرفیت میگن خوردن و اخلاط برآوردن یعنی ریدن. اگر که ما همه خوریم و عذاب کشیم و درون نبیاد، بهتر است که خوراک کم خوردن در کار، آمیخته کردن در کار نیست. این سرچشمه سالمی دراز عمری شما. یک توصیه های عادی هست. اگر ما عادی ترین توصیه اجرا کنیم حتما 150 سال عمر بینیم. من امروز 50 سال سابقه کاری دارم و 10 سال در قریه بالا کار کردم و بسیار بیماری ها که میفهمیدن وقتی چاک کردن داخل شکم آنها خیلی زیاد خوراک ها خیلی نمک های زیاد جمع می شدن. این است که اگر ما از مکتب ها آدم های آموزانیم طرز خوراک خوردن، حرکت، مناسبت در جای های جمعیتی در عائله، تاجیکستان از همه کشوری مشهور دنیا می شود. و چطوری که در بالای دری آهان گفتن نوشتگی شعر سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند که عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما در علاقمندی با طبیعت زنده هستیم. برای همین باید ما طبیعت حفظ کنیم و اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان که امروز از 9 مملکت دنیا اعضا دارد، برنامه اساسش صلح در تمام جهان، سالمی دراز عمری، حفظ طبیعت و دوستی بین خلق ها. اگر ما همین رعایت کنیم، دستگیری کنیم، حتما در دنیا جنگ نمیشد. آدم ها عمر دراز ببینند، مردم روز به روز رفت و آمد زیاد میشد، اقتصادیات نقض میشد. برای همین ما همه شما دعوت میکنیم که در گرد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد شوید و برنامه های حکومتی هم دستگیری کنید. از آن جمله یک چیز عادی من شما میگم که وقتی که دروازه های ازبکستان و قرقیزستان گشاده شد، الکی رفت و آمد زیاد شد، اقتصادیات بلند شده است، سودا زیاد شده است، دوستی خلق ها مستحکم شده است. سلامت باشید، 100 ساله شوید. اینجا ورزاب.